دوستان خوش اومدیم به اولین ویدیو لانگ من. دوستان اول از همه یه معرفی کوچیکم از خودم بکنم. من محمد طاهر هستم، 14 سالم. اگه سوالی داشته باشین توی کامنت ها بگین، حتما جواب میدم. لایک و ساب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. دوستان تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که از کدام سایت جم یا لول اپ یا هر چیز دیگه ای که بخرین که معتبر و نسبتا ارزان باشه. اول از هم میان گوگل ایران موجور سرچ میکنین. میرین سایتش. اینجا کلی بازی داره. ما امروز میخوایم فری فایر رو یاد بدیم. میزنین رو لوگوی فری فایر، بعد جم فری فایر اتوماتیک، جم فری فایر، بعدش هم کارت ماهانه و هفتگی، لول اپ پس فری فایر. این هر کدومشو بخواید میتونید بخرید. الان من مثلا لول اپ پس رو یاد میدم، همشون یکیه. روی $1 میزنیم و ورود به حساب رو میزنیم. اولا اینجا که ثبت نام نکردید یه ثبت نام میکنید. این بعدش هر موقعی که اومدیم باید ورود بزنیم با اون همون شماره که رمز رو دادیم. خب دوستان بعد از اینکه ثبت نام کردید همون دوباره افزودن به ثبت خرید رو میزنین. بعد اینجا روش اتصال به بازی رو میگه. مثلا به فری فایر با فیسبوک، جیمیل یا ویکی وصل شدید. من با جیمیل وصل شدم. خب روی جیمیل میزنم. اینجا آدرس جیمیل همون جیمیلی که به فری فایر دادم رو، همون اکانتم که میخوایم جم بزنم، اینو اینجا وارد میکنم. بعدش هم میای پایین رمز اون جیمیل رو وارد میکنی. تو اینجا نام کاربری در بازی، نام تو فری فایر رو کپی کنید. اگر مثلا سخته نمیشه نوشت با لوگو اینا، اینجا می نویسی. بعد بکاپ کد جیمیل. بکاپ کد جیمیل چیه؟ با همون جیمیلی که رفتین داخل فری فایر، مثلا برین توی جیمیل. الان این مثلا جیمیل منه که با این رفتم تو فری فایر. روی منیج یور گوگل اکانت رو میزنین، بعد سکیوریتی رو میزنین، میایین پایینتر. الان اولا باید این تو استپ وریفیکیشن باید روشن باشه. اونا رو روشن کنین که خیلی راحته. بعد از روشن کردش روش کلیک میکنید. بعد اینکه وارد شده میایین پایین میبینید که پایین نوشته بک آپ کد. روش که بزنید 10 تا بهتون کد میده، یا 10 تا بهتون کد میده. بکاپ کد حتما 8 رقمی. اگر یک بکاپ کد دیدین که 7 رقمی بیش از 8 رقمی، اون بکاپ کد نیست. اینجا 10 تا کد داره 8 رقمی و هر یک از اینا یک بار مصرفه. اگر مثلا همش رو استفاده کردید روی رفرش کلیک میکنید، get new codes رو میزنید و کدهای جدید میاره. الان یکی از این کدها رو کپی میکنید، میایین تو همین سایت بکاپ کد رو اینجا مینویسید. اگه این اطلاعات برای من ذخیره کنید بزنه، هر بار که از اینجا خرید کنید خودش اینا رو مینویسه. بعد افزودن به سبد خرید رو میزنید. پایین گزینه 4 ثبت خرید میزنین روش. اینجا میبینید که لول اپ پس ما اینجا اومده. میایین پایینتر پرداخت مدل عادی رو من میزنم که شما میتونید اون یکی رو بزنید. اینجا روی روش پرداخت بعضی وقتا دوتا میاره، ولی روی پی استار بزنید خوبتره. تایید به پرداخت سفارش رو میزنین. اینجا اولا شماره کارت باید مثلا بزرگتر ها باشه، چون یک رمز دومم میخواست. شماره کارت رو اینجا می نویسین CVV2 که پایین سمت راست کارت ها می نویسم. تاریخ انقضا کد امنیت رو اینجا می نویسیم. بعدش اینجا رمز دوم می نویسین. درخواست رمز پویا رو می زنین. بعد موبایل و ایمیل هم اختیاره، نه نویسن مشکل نداره. بعد پرداخت رو می زنیم. اینو هم بهتون بگم که
با اون شماره که اینجا ثبت نام کردید بهتون زنگ میزنن و از شما یک سکیوریتی کد میخوان. خب مثلا من این جیمیل رو از طریق گوشی مامانم ساختم. خب مثال میگم باید اون سکیوریتی کد رو با اون گوشی بخونم. باید بیام تو جیمیل، همون جیمیل که به اکانتم دادم، میاین تو سکیوریتی، این سکیوریتی کد هست اگه دقت کنین، روش میزنین و اینجا 2 تا کد میاره. بعد از اینکه این کد ها رو بهشون گفتین میگن که الان مثلا 2 دقیقه وارد میشه به اکانتتون. من خودم زدم 5 دقیقه طول نکشید به حسابم اومد اون لول اپ پس. خب الان من دیروز زدم، این سایت معتبری است. الان بریم تو بازی. خب دوستان میبینین که من 572 تا جم دارم، 1-2 تا از قبل داشتم. بعد از اینکه لول اپ پسو خریدم، من چون لولم بالای 30 هست، لول اپ پسو در جا همشو خریدم. اگر من اینو پیشنهاد میکنم که اگر پولی برای خریدن جم زیاد ندارید، چون که این ایونت ها و لاک رویال اینا خیلی جم زیادی میخواد، اگر لول بالای 30 هست، من پیشنهاد میکنم که اول برین لول اپ پس رو بخرین. با 80,000 تومان میتونین 570 تا جم به دست بیارین. خب دوستان اینم از این ویدیو. اگه دوست داشتید حتما لایک و کامنت بذارین، کانال هم ساب کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.